خبر عاجل امین اکنون که به ما رسیده است، ملا عمر رهبر شبکه القاعده را آیسای میخواهد به افغانستان روان کنند که بادیگارداش از با خدایی میگیرد و یک ویدیو زنده و مستقیم که ملا عمر میبینین پس آن مشاهده میکنید و با احوال میبینید که مردم میگفتند که ملا عمر کور است، اما کور نیست، اما یک قواره نجس دارد که شما میبینید که روانش میکنند. اینی ملا عمر است. ببینید ملا عمر خوب صحیح ملا عمر خوب صحیح مشاهده کنین. این یک قواره دارن. این حالا این بادیگارداش هست که روانش میکنن بخیر به مرز افغانستان که برای جهاد. ببینین بسیج کردن، خروار بسیج کردن، روانش میکنن افغانستان. مونا ببینید رسو یک شسپانش گرفت یک بادیگاردش. چقدر خوش است ملا عمر. ببین وطندار، ببین سایکو چقدر خوش است، چطور گوشک میداره که میره افغانستان بخیر میره. سایکو میگن کور است، این کور خنیسه اون میبینه یک شاید در چشم جور است. کی میگه کور است؟ اوه سایکو برو بخیر، افغانستان اون طرف است.